به نام الله السمیع البصیر که ما را در هر حالت می‌بیند و می‌شنود. و ما معلوم است این همه دنیای کفر دست جمعانه بمبارانمان کردند، زنهایمان را اسیر کردند و کودکهایمان را قتل کردند. کی فریاد بزنیم بر شما ای موحدین؟ تا کی از منبری مجازی صدا بزنیم بر شما؟ آیا عذاب برادر و خواهرهایتان را نمی‌بینید؟ آیا خیانت کفار را نمی‌بینید جزئیه بستنتان؟ هر روز ظلم بالای ظلم. تا کی فریاد بزنم یا که از عذاب خواهرهای عراقیتان گپ بزنم؟ بله، خواهر فریاد میزنم ای برادرانم، از تجاوز این شیعه و کافران بیزار شدم. کی شما به آزادیمان میآیید؟ چرا صدای این خواهرهایتان قلبهای سنگینتان را آب نمیسازد؟ صدای خواهرهایتان مسخره کفار شد، عزت خواهرهایتان خنده کفار شد. چرا شمشیر پیامبر را امروز به زمین گذاشتید؟ یا که شمشیر پیامبر تسبان است بس گرفتنش میسوزید؟ بدانید از جهاد فرار کردن شما را به نزد کفار با عزت نمیسازد، شما را از جزیه و پتنت و ذلیلی خلاص نمیسازد. راه حل این کارها جهاد است، شما را در نزد کفار با عزت میسازد و از جزیه و پتنت سپاری شما را خلاص میسازد. بر بخیز تا زنجیرهای درهای زندان تواغیل را بشکنیم، تا این مظلومان ظلم دیده صدبرگهای مکتب نبوت را آزاد بسازیم.